رسول اکرم گفتگی هست شما لباس هاتون را بهتر کنین، خانه هاتون را به صلاحیت بیارین، یعنی خاندانتون را تازه کنین، جویبارهای نزد دروازه‌تون را تازه کنین، تا که خلاف یهودی ها شما کار کنین که یهودی ها را کوچه و خانه هاشون چرکین است. امروز یهودی ها این حدیث پیغمبر خدا را گرفتند و چرک در ما و شما گذاشتند. امروز ما و شما چرکین هستیم، ما و شما بدبو هستیم، ما و شما خانه ها ما پاکیزه نیست، لیکن یهودی ها امروز پیش رفتند. یک روز یک از برنامه الجزیره تماشا کردم. در همین انگلیا یک سوداگر با دست همین لوچی خود در وقت سودا کردن نان با یک خریدارش نان قپیده بر دستش داده است، همون کس در محبس خانه کشیدن، حتی با یک جریمه کلان خلاص شد که چرا تو نان به دست خالی قپیدی، چرا در دست خود یک دستکشک نکشیدی و نان بقپی. این تا چه اندازه اونها احتیاط دارن امروز. و همین پاکیزگی و همش از ما و شما است که پیغمبر خدای را گفته است، لیکن امروز ما و شما پروا نداریم. میریم جایگاه خوابمان بو میکنه، چرکین از فرقی ندارد. لباس ما دزمال کردگی هست نیست، گریبان ما و شما در کدام صورت است به این تماما اهمیت نمیدیم، پوشیده رفتن بگیریم. در این عزیز خداوند شما گناهکار میشین. حتی عباره مختصر که کتاب صلات چی میگه؟ فی ثیاب البزله، اگر لباسی که چرکین باشد، داغ داشته باشد، بوی داشته باشد، نماز نخوان در او. امروز باید ما و شما به اینو اهمیت دهیم. رسول اکرم در دوره هایی که ما و شما را در یک طبق خوردن امر کرده بود، صحابه ها با پاکیزگی بزم همین قدر به آبی چیکار میکنن؟ رعایت میکردن. امروز در بر پهلو یک برادر نشسته در طبق دست دراز میکند، باور کنید در ناخون همون کس نگاه کنید طبیعت کسی نباشد خیره میشود. آدم باید که البته پاکیزه باشیم، تازه باشیم. خدا را شکر امروز همه شرایط هست. همین شرایط برای تازگی فقط صابون و آب است. باور دارم که در اکثریت ما و شما همین موجود است. این را به جا بیارید، تازه باشید، پاکیزه باشید، خوشبو باشید.